اگه شما هم آبجو دوست دارید و تا الان براتون گرمایش زمین مهم نبود، یه خبر بد براتون دارم. اوضاع جوی داره دست بر غذا روی مزه آبجو هم تاثیر میذاره. دانشمندا دارن زنگ خطر میزنن که گرمایش زمین داره به کیفیت و طعم آبجو لطمه میزنه. یه تحقیق تازه‌ای به عمل اومده که نشون میده رازک‌های اروپایی یا همون هابس که چاشنی‌های تلخ و خاص آبجو هستن دیگه اون کیفیت سابق رو نداره. با اینکه هوا داره روز به روز گرمتر و خشک‌تر میشه، به نظر میرسه تابستون‌ها هم داره طولانی‌تر میشه. و یعنی چی؟ یعنی قیمت آبجو بالا میره. رازک که یکی از 4 رکن اصلی تهیه آبجوه، قبل از جوشوندن به آبجو اضافه میشه تا طعمش رو تلخ بکنه، یا اگه بعداً هم بهش اضافه کنی مزه‌ش یه جور دیگه میشه. به هر حال مهم اینه که باید اضافهش کنی. دانشمندا پی بردن که اسید آلفای رازک که به آبجو طعم تلخی میده کاهش پیدا کرده که علتش همین دماهای بالاتر و شرایط بدتر آب و هواییه. تحقیقات نشون میده تولید رازک از دهه 70 تا الان تو بعضی نقاط تا 20% افت کرده و دانشمندا میگن دلیلش هم اینه که آب و هوا خشکتر شده که احتمالاً اثراتش رو داره نشون میده. گازهای گلخانه‌ای که ما انسان‌ها داریم تولید میکنیم با وجود همه تلاش‌های جهانی همچنان دارن دمای زمین رو بالا میبرن. این مطالعه حدس میزنه تا سال 2050 یعنی همین 25 سال دیگه میزان اسیدهای تلخ رازک تا 31% کم شه. دانشمندا میگن که اگه کشاورزا خودشون رو با تغییرات وفق ندن، درآمد کشت رازک تو بعضی مناطق میتونه کاملا از بین بره. یعنی چی؟ یعنی تولید کمتر، تقاضای بیشتر برای رازک‌های با کیفیت بالا و در نتیجه قیمت بیشتر برای آبجوساز. کشاورزا دارن سعی میکنن که با تغییر روش‌های کشاورزیشون به تولید کمک کنن، ولی مطالعات نشون داده که باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام بشه و اگر بخوایم کمبود تولید رازک رو جبران کنیم، باید سطح زیر کشت رو بیشتر کنیم. همینجوریش بعد از همه‌گیری در سال 2020 قیمت آبجو 13% بالا رفت که دلیلش افزایش قیمت انرژی و کمبود گاز بعد از جنگ بین روسیه و اوکراینه. حالا با بحران رازک اوضاع بدتر هم میشه. این تحقیق تو نشریه نیچر کامیونیکیشنز منتشر شده و معلومه که باید جدی گرفته بشه. همین دیگه، اگه دلمون میخواد آبجوی خوب و با کیفیت داشته باشیم، باید یه فکری به حال این گرمایش زمین بکنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید با دیگران به اشتراک بذارید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و ما رو از نظراتتون مطلع کنید. تا درودی دیگر، بدرود.